فردین هستم، البته امینشون. ما اینجاییم که هیچ کس تو این فضای ریدبال دروغ نبنده به شکمتون. ما اینجاییم تا دهنشون رو بساییم. شاخ مجازی اینجا شاخشو خورد میکنیم تو آستینش. ما رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید تا این بریز به پارشای مجازی رو از دست ندید. بریم که داشته باشیم. درود به مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده. سلام، بنده امین فردین. خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز خبرهای عجیب و غریب و جنجالی زیاد داریم. از لخت شدن ریحان پارسا که کلا زده سیم آخر، یه چند روز دیگه احتمالاً فیلمای کارهای اداریش هم در بیاد، تا بسته شدن پیج میلیونی پویان مختاری، تا آخرین اخبار و اتفاقات دنیا جهانبخش و مهراد جمع که در یک حرکت پشمریزون مهراد جمع رفته ایران. این اطرافیانش یه مقداری دارن موش میدونن. امروز میخوام یه سیفون از این اطرافیانش بکشم که حساب کار بیاد دستشون، نرن بشینن تو هر محفل و مهمونی و جای مختلفی دهنه رو باز بکنن، هرچی دلشون میخواد بگن، بعد به گوش ما هم نرسه. درسته ما یه 4-5 هزار کیلومتر از شما دوریم، ولی از رگ گردن به شما نزدیکتریم. برای بچه مسعود جانی اطرافیانش که رفتید این ور اون ور صحبت کردید بعد از ویدیوهای من. امروز جوابتون رو میدم که قشنگ جام کنید برید برای خودتون، که یه ذره دیگه پارو دوم من بذار دوم که حالا یه ذره بخواد اذیت بکنید دیگه نگم براتون. قبل از اینکه این ویدیو رو شروع بکنید لطف بکنید اگر کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب ندارید، دکمه قرمز این پایین هست نوشته سابسکرایب، اگر گوشتون فارسی هستش روی مشترک شدن بزنید. اگر قبلا هم مشترک شدید یه نگاه بکنید ببینید که سابسکرایبتون پریده یا نه، چرا که یوتیوب در ایران فیلتر ماشاءالله همه دوستانم از فیلتر شکن و وی پی ان رایگان استفاده میکنن. آی پی هاتون شبیه همه توسط یوتیوب ربات تشخیص داده میشید. یه لایکی خوشتون نیامد، دیسلایکی، حال کردید کامنتی، حال نکردید فوش خارمادری چیزی بذارید این پایین که توسط یوتیوب ربات تشخیص داده نشید. بریم بیایم من توضیحات رو شما بدم. بچه با یک قسمت دیگه اومدیم. تویی که بیخاصیتی، تا دسته بیهنری، تویی که فقط کبوده ریدر تو استوری کنی، تویی که دزدی میکنی از این رو اون ککتم نمیگزه، تویی که بوی چست کف اینستاست تو دماغمون بیرون نمیره. این نویدو بهت میدم که میخوام تا دسته بسایمت. شما هم که کنجکاوین که بدونی چطوری میخوام این سایش رو به ثمر برسونم، ما رو سابسکرایب کنید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. پلیز سابسکرایب اس. بله، آتی پیش هم خبردار شدیم که پیج پویان مختاری با بیش از 5,600,000 فالوور و دنبال کننده بعد از کات شدنش با خانم داریا کلا به صورت خودجوش بسته شد. البته در محافل خصوصی میگن که گویا اون خانم داریا یه حرکتی زده، یه ریپورتی کرده پیج این بسته شده، که البته ریپورت ها هم بی تاثیر نبوده، ولی خب در طول چند ماه گذشته بعد از بسته شدن پیج تتلو، بعدش میلاد آتمی، بعدش ساشا صبحانی، حالا هم بعد مسعود ترکیبی بود، البته یعنی کسایی که تیکه آبی داشتن، حالا هم پویان مختاری پیج اینستاگرامش با بیش از 5,600,000 تا دنبال کننده بسته شده. حالا باید ببینیم که آیا برمیگرده یا نه. کلا فیسبوک هم یه نونو پیج بستنی دوره همه داره میخوره. بله، اما برسیم به قضیه مهراد جمع که چند قسمتی راجع به ایشون ما صحبت کردیم. این فن پیجای بچه مدرسه ایش هم خب ماشاءالله نگم براتون، حالا ما فن پیجش کاری نداریم، به هر حال اونا اختزای سنشونه، چشو میبندن. ما قبلا ویدیوهای مهراد جمع با یه خانم تو ماشین منتشر کردیم، میگفتن این خواهرشه فن پیجا. ما گفتیم که اوکی اگه فکر می‌کنید خواهرشه، اینم تصویر بدون شطرنجیش، یعنی ببینید حالش رو برید. چیزی نمیگم ولی چشات واسم حرف میزنه. بعد از اون اومدیم گفتیم که آقا مهراد جمع بیشتر آهنگ‌هاشو مهریار و مسعود جهانی موقعی که توی ایران بود، آرش و مسیح یا خیلی دیگه از اطرافیان تیم هادی و حسینی موزیکاشون رو تنظیم میکردن و دادن بیرون، و عملا مهراد جمع 2 تا آهنگ از خودش داشته. دمش هم گرم، آدمی بوده که زحمت هم کشیده، صدای خیلی گرمی هم داره، ولی خب حالا هم باید از این چیزا رو که واقعیته و میشنوه و میبینه بگه.
ما اومدیم گفتیم حالا یه مقداری این اطرافیان مهراد جمع که مثل مسعود جهانی که عامل برگشت و بازگشت مهراد جمع به ایران بود و مدام زنگ میزد به مهراد میگفت آقا برگرد ایران. به قول توی یکی از لایواش هم دنیا آمده بود گفته بود دیگه، بود مسعود جهانی زنگ میزد و میگفت هیچ کجا بوی فاضلاب‌های ایران نمیشه و نمیدونم برگرد ایران از این صحبت ها. و حالا مهراد هم برگشته ایران و جالبه موقعی که تحت بازجویی بوده، چون یکی دو روز برده بودن بازجوییش کرده بودن، یعنی یک بچه آبادان یعنی 6 سیلت کوبیدا اومده بود گفته بود که آره من گول خوردم فلان شده. خب لامصب تو اگه گول خوردی این تتوهای پشتت چی؟ یعنی اونجا هم مثلا گرفتنت گفتم به زور باید تتو بزنی. حالا من سوال دارم این چشما رو دقیقاً میخوای چیکار کنی از الان به بعد؟ احتمالاً یه عینک ریبنی بندازی کارو در بیاری. اما حالا مثلا گفته بوده که اینا منو معامله کرده بودن، اینا منو برداشته بودن گول زده بودن، در صورتی که حالا ایشون سنی هم 21 سالش بوده، بچه هم نبوده آنچنان که بخواد کسی گولش بزنه. اما از اون طرف این اطرافیان مسعود جهانی یه چند روزی مش میدونن، یعنی هی برای خودشون چرت و پرت و این صحبت ها که رفته بودن در یک جمعی گفته بودن که آره امین فردین از هادی حسینی و دنیا جهانبخش پول گرفته که منو تخریب بکنه. باید در خصوص این افراد بگیم که گوزود آخه تو کی من بخوام برای تو پول بگیرم بخوام تو رو تخریب بکنم انچوچک. بعد ما اینجا نشستیم مثلا یارو بگه پولی بده ما مثلا راجعت صحبت بکنیم، یه پولی بده ما راجعت افشا بکنیم. یعنی چه حرفی رفتید زدی این ور اون ور؟ حالا مستخوای من بخوام تو رو تخریب بکنم یا میام اون فیلم توی کنسرت سیاوش خمیشی با 20 تا دختر اومده بودی و پخش میکردم. بعدش هم اومدی رفتی توی ایران گفتی من اصلا هیچ کارم فلانم بیسانم. بابا دیگه یه احترامی، یه حرمت، سلام علیکی، چیزی. فکر کنم ما مثل شما دوریالی برداشتی رفتی این ور اون ور گفتی. گفتن واقعیت زور داره براتون؟ اگه داره بفهمید بگید. که دیروز هم دنیا جهانبخش یه استوری گذاشت کلا شست برد اطرافیان مهراد جمع رو. ببینیم این استوریشو اصلا که گفته که یه جوری میگید انگار مایکل جکسون ما رو ول کرده و رفته. بابا 4 تا استخون و یه روکش این حرفا رو نداره دیگه. مبارک همون مسعود جهانی و ویلاهای خز شمال و شونو دخترای خستر از خودشون و جوجه کباب زدن کنار دریاشون. آرتا مثلا کنار مسی و رونالدو تجسم میکنم. اصلا مغز من اون قسمتی که به این چیزای بی ارزش فکر کنه رو نداره. اون قسمتش از کار افتاده. با افتخار یک سینگل مام هستم، اونم از نوع خفنش دیگه. لطفاً اسم کسی رو نیارید. مرسی آرتام پدر. نه البته خب به حال حالا امیدوارم که آرتام موفق باشه. چرا دیگه خودت هم میشی پدرش هم مادرش دیگه. حالا پدر نداره فکر کنم یه مقدار باید اصلاح بشه. و واقعا من همیشه یه سال از مهراد داشتم قربونش برم تا موقعی که کارش گیر بود. تو ایران تو کنسرت‌ها داد میزد، تو ترکیه بود، تو لندن بود، 24 با ما در تماس بود. همین که رفت ایران 4 تا آدمو دید، یه 4 نفر آدم بود. ببینید ظرفیت خیلی چیز مهمیه. 4 تا طرفدار باش عکس گرفتن. کلا دیگه نه جواب دایرکتای منو میده، نه دوستاشو میده، نه رفیقاشو میده. قبلا گفتم دیگه این تصاویر گذشته این آدمو ببینید. آدم خوبه که گذشتهشو فراموش نکنه. خوبه بدونه از کجا به کجا رسیده. خوبه بدونه که از چه سختی‌هایی، چه آدم‌هایی، چه جوری دستشو گرفتن و آوردنش بالا. من روی صحبتم این یه تیکه به مهراد جمعه، همون محسن سعیدی کیا، چون اسم خودش هم یادش رفت. یعنی بچه‌ها که محسن صداش می‌کردن میگه محسن کیه؟ من مهرادم. یعنی اسم واقعی خودش هم این آدم گم کرده. من میخوام بگم که مهراد جان، اما محسن جان، شما یادت نره کجا بودی، چه سختی‌هایی رو کشیدی، چه زحمت‌هایی رو کشیدی، از کجا به کجا رسیدی.
حالا به یه مرحله رسیدی بچه دار شدی اصلا نه، حالا زنگ و ایناش هم من کاری ندارم، فردا روز من همیشه تو همه ویدیوها میگم نمیای مثلا با خودت خلوت بکنی بگی که خب حالا من بچه رو گذاشتم اونجا، اصلا بچه منو لعنت نمیکنه، نفرین نمیکنه، مثلا یه بار پیدات بکنه بیاد مثلا توی یه کنسرت توی ایران توی جمعی بعد بگی که مثلا هدف چی بوده از این که مثلا خواستی من بیام توی این دنیا، بعد ول کنی بری، هیچ جوابی هم ندی. بعد آدمی که خودش رو آدمه نمیدونم این که من تو مایه‌های مایکل جکسون رفته ایران عکس گذاشته با پدر مادرش دلم براتون تنگ شده، یا مثلا روز پست گذاشته بود گفته بود من خیلی سختی کشیدم. بابا لامصب چه سختی کشیدی؟ استودیوی میلیاردی تو توی ترکیه داشتی، به قول هادی حسینی با چه سختی با اتوبوس بلند شدی رفتی تهران. تو تهران این همه امکانات در اختیارت گذاشتن. آدم‌های با استعدادتر از تو ایران وجود ندارن، آدم‌های با استعدادتر از تو ایران نیست که اگر 1/10 تو خرج بشه براشون شکوفا بشن و استعدادشون دیده بشه. خوشبختانه ما تو برنامه ناکوکاری به مردم نشون میدیم. چرا بعضی از ما فکر میکنیم که فقط ما یک استعدادی هستیم که شکوفا شدیم و دیگه مثل ما نیست و دیگه مثل ما نخواهد اومد؟ زمانی که همچین چیزی رو فکر بکنیم اون روز مرگ ما به عنوان یک آرتیست و هنرمنده. که مهراد جم همچین چیزی رو فکر میکرد، میگفتش که من مهراد جم بودم که تونستم این بشم. نه عزیز من، 10 تا مثل تو خواهد اومد. پسر خالت یا اون فک و فامیلتون، پسر عمت، ببینید یه استعدادی داره. من صداشو شنیدم، حرف زدنش که کپ مهراده و مشبه مهریار. حالا اینجا هم تبلیغ شروع کنم اشکال نداره، حداقل اون آدم با معرفت تر از تویه، اون زنگ می‌زنیم جواب اونم میده. تو قانون جاذبه رو زدی زیر و رو کردی، دور رفتی یه جوری که سخته بخوای برگردی. آتیش میگیرم واسه تو ولی رخ زدی سردی. ولی آدم باید یادش نره گذشته خودش رو. امیدوارم که یک جواب قانع کننده بتونی بیاری برای بچت. نه من، نه دنیا، نه مادرت، نه پدرت، نه ایکس، نه وای، نه زد. حالا تو ایران دست به هر کاری بزن برای گرفتن مجوز. چیزی که دیگران آرزوشو داشتن بهش برسن، لندن و اروپا و اقامت و اینها، تو به دست آوردی و به راحتی از دست دادی. زمان همه چیز رو برای خودت و طرفدارانت مشخص میکنه. واقعا من به عنوان کسی که رفیقت بودم دارم اینا رو میگم و گلایه دارم. حالا هر کسی میتونه هر جوری که میخواد رفتار بکنه. چقدر خوبه که آدم گذشته خودش رو فراموش نکنه. امیدوارم که حالا مجوزات هم بگیری، کنسرتت هم بذاری تو ایران، ببینیم که آیا میان کنسرتت آدم‌ها. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بوده. یا دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید، واسه همون کامنت بذارید و ممنون که تا این لحظه با ما همراه.